خب دوستان، اومدیم با یه ویدیو دیگه در خدمت شما باشیم. در این ویدیو ما میایم تحلیلی از بیت کوین ارائه میدیم. تحلیلی که دیروز ارائه دادیم کاملا با دقت بسیار بالایی انجام شد. یعنی ما اومدیم از دیدگاه اسمارت مانی بررسی کردیم، گفتیم وقتی قیمت این کف رو شکست مجدد اومد اینجا، یعنی تغییر ساختاری انجام داد، اومد و اینجا رو هم پرقدرت شکست. بعد از اون قیمت برمیگرده و این نقدینگی ها رو برمیداره. البته اینا در مورد ویدیو قبلی، در ادامه حالا تحلیل جدید ارائه میدیم. گفتیم برمیگرده به این ناحیه و ریزش میکنه، چیزی که در ویدیو قبلی گفتیم. الان هم در بالا قرارش میدم، میتونید مشاهده کنید. خب چه اتفاقی افتاد دوستان؟ اومدیم تایم پایینتر آوردیم، تایم پایینتر بیاریم. ما اومدیم این محدوده بهتون دادیم از پشت این قسمت تا اینجایی که حالا کندل بیس وجود داره. چرا حالا اینجا این بالاترین قسمتی که ما داریم میبینیم، پس حد ضرر یعنی اونجاست، تا زیر این کندل بیسه اینو پایین میاریم. خب تا اینجا میگیم اگه به مقدار 50% رسید ما این معامله رو باز میکنیم. معامله رو باز کردیم، قیمت به سمت پایین اومد. حد سود اول اینجا بود که زده شد، حد سود دوم این کندل بود که مجدد زده شد. خب چیزی که برای ما فعلا اهمیت داره اینه که وقتی این اتفاق افتاد ما از کجا دنبال تاییدی باید میگشتیم؟ وقتی تایم فریم رو امروز 1 ساعت گذاشتم، خب شما تو ویدیوی آموزش که اینو در بالا قرار میدم میتونید چک کنید. این قسمت یه حرکت بالا رونده یا صعودی داشتیم، یه استوپ، یه حرکت پایین اومده یا نزولی. اینجا میتونستید بیاید یه ترسیمی داشته باشید در این قسمت و بگید این برای تاییدی میگم یعنی اون اینجا که تاییدی رو گرفتیم این قسمت. حالا تاییدی در تاییدی هم بهمون داده، یعنی اومده مجدد به این قسمت برگشته و ریزش کرده و بعد سودی که ما منتظر اون بودیم حالا رسیده قیمت. چه اتفاق قرار در آینده این قیمت بیفته؟ ببینید دوستان، پس در نهایت یکی پس از دیگر اوردرهایی که برای سل بیت کوین وجود داشته فعال شد، فقط اوردری که در این سایه وجود داره هنوز فعال نشده. یعنی اگه بیت کوین قصد بالا آمدن داشته باشه، در اوردری که در این سایه نهفته است میتونه اونجا هم آماده ریزش باشه، البته بازم با تاییدیه. یعنی هر بار تو ویدیو قبلی میتونید برید ما تاییدیامون به چه شکله. یعنی اگر تایم رو پایین بیاریم مجدد در این قسمتی که سایه داریم میبینیم یه کندل سایه بزرگ کوچیکه که ما تو آموزش ها بهش خیلی اهمیت میدیم. یعنی چی؟ یعنی قیمت بعد از این، خب من اینا رو حذف کنم شما کامل متوجه شید ما داریم چی رو میگیم. خب یعنی چی؟ یعنی اگر قیمت به سمت بالا حرکت کنه، ببینید دوستان، بیاد بالا و وقتی به این قسمت میرسه برگرد و کف قبلی بزنه. در تایم فریم 1 ساعته اینو چک کردیم، پس در تایم فریم 5 دقیقه میتونید همچین تاییدیه رو بگیرید از بازار. بیاد بالا، خب من اینو پایین میارم، بیاد بالا و وقتی به این ناحیه میرسه بیاد و آخرین کفی که تونسته این سقف رو بزنه رو بشکنه. وقتی این شکست تاییدیه برای سل ما در این بازار هست. پس برای ما خیلی مهمه یه تاییدی دیگه برای سل بیت کوین داشته باشید. ولی در حال حاضر صرفا الان میتونید فعلا، یعنی تا این ویدیو تا ساعت 3 فردا 1 اسفند 1402 اعتبار داره، میتونید سیگنال سلی در بازار نداشته باشید، چون فعلا بازار از حالتی که حالا برای نزول بوده کمی وارد حالت استوپی شده. علت اوردرهای خوبی هستن که در اینجا وجود داره، میتونن قیمت هول بدن بالا. پس نیاز نیست اینجا معامله داشته باشید. اگه قصد معامله داشتید با ویدیو قبلی ما معامله سل بیت کوین رو انجام میدادید و تیپ 2 تون هم میخورد، ولی وقتی معامله دیگه انجام ندادید نیازی مجدد این معامله رو انجام بدین. دوستان موفق و پیروز باشین دوستان.